آخه مگه میشه فقط با 3 قلم مواد تو خونه گاز درست کنیم؟ اونم بدون گلوکوز؟ چقدرم که خوشگله. یعنی درستش کنی میری فضا و میگی های خانم الهه صورت جو برس ماه. یادت نره ذخیرش کنی یا شکر و عسل رو ترکیب میکنیم و رو شعله ملایم اجازه میدیم بجوشه. بعدم از روی شعله برش میداریم تا یکم از دما بیفته. تو این فاصله سفیده تخم مرغ رو با همزن میزنیم تا سفید و کشدار بشه. به شهدمون اضافه میکنیم، همش میزنیم و زیر شعله رو روشن میکنیم و با شعله ملایم آروم آروم شروع به داغ زدن میکنیم. وقتی به این غلظت رسید مغزیجات رو اضافه میکنیم و اگر دوست داریم خوش رنگ بشه زعفرونو. بعدم خاموشش میکنیم تا یکم از دما بیفته و غلیظ‌تر بشه. دقیقاً این شکلی. قالبتون رو آردپاشی کنید و پسته بریزین. اگرم که قالب ندارین میتونه یه ظرف مربع یا مستطیل کمک بگیرید. بعدم گز و داخلش بریزین و اجازه بدین 10 دقیقه داخل یخچال بمونه. تو فقط کشش رو ببین، بفرست واسه هر کسی که عاشق گزه.